سلام. امروز من یه کاری داشتم ناصر خسرو و مجبور بودم با موتور برم چون عجله داشتم و باید خیلی سریع میرسیدم و چند تا ظرف اسپری تهیه میکردم. به ذهنم رسید که یه ویدیو بگیرم و به شما نشون بدم که توی ناصر خسرو چه چیزایی رو میتونید تهیه کنید و اگه آنلاین شاپ دارید بتونید محصولاتتون رو از ناصر خسرو تهیه کنید. موتور تا چهارراه سیروس بیشتر نمیرفت و بعد از اون من باید پیاده میرفتم، همینجوری که میبینید. قبل از اینکه ویدیو رو ادامه بدم ازتون میخوام که کانال من رو سابسکرایب کنید و لایک کنید این ویدیو رو. توی کانال من میتونید با جاهای مختلف تهران آشنا بشید و بدونید چه چیزی رو از کجا تهیه کنید. خب ادامه مسیر رو با این ماشینای سفید رفتیم که حقیقتش رو بخواید نمیدونم اسمش چیه، ونه یا هر چیز دیگه ای نمیدونم. با این رفتیم، کرایش 8500 تومن بود که کارت میکشیدید اون اول و بعد سوار میشدید که تا توپخونه هم میبره، تا 15 خرداد هم میبره، ناصر خسرو هم نگه میداره. هر جایی بخواید میتونید بگید که نگه داره و پیاده بشید. اگه اسم این ماشین رو میدونید لطفا برام کامنت کنید تا منم بدونم اسم این ماشین چیه. دیگه تقریبا رسیدیم به ناصر خسرو. اینجا قبل از خیابون ناصر خسرو یه دکه روزنامه فروشی هست، اینجا هم خیابون ناصر خسرو. توی خیابون ناصر خسرو بورس چند تا چیزه: مواد آرایشی و بهداشتی، ظروف دارو و اسپری و سمت مقابل این راسته تولیدی‌های پرچم هستن و الکتریکی ها. البته توی این راسته هم مغازه های الکتریکی هست. اگه آنلاین شاپ دارید، رینگ لایت احتیاج دارید یا به نور درست حسابی احتیاج دارید برای آنلاین شاپتون، میتونید به اینجا سر بزنید، قیمت بگیرید و از لاله‌زار هم طبیعتا میتونید قیمت بگیرید. یه ویدیوی دیگه بر اون قراره بگیرم، کانال رو سابسکرایب کنید تا اون ویدیو رو از دست ندید که یه مقایسه قیمتی کنیم با قیمت‌های ناصر خسرو. یه محصول دیگه که اینجا میتونید تهیه کنید عطر و اتکلون هست. اینجا بورس عطر و اتکلون هست و میتونید عطرها رو تو حجم بالا 3-4 لیتر 5 لیتر تهیه کنید و تو بسته‌بندی های کوچیک‌تر که باز از همینجا میتونید ظرفای اسپری عطر رو بخرید، بسته‌بندی کنید و بفروشید. همینجوری که الان توی ویدیو میبینید این بخش الکتریکی هست. البته محصولات دیگه هم اینجا هست ولی به صورت متفرقه است، به صورت جدی: الکتریکی، عطر، مواد شوینده و بهداشتی و ظروف دارویی. اینجا هم که خب رسیدیم به کوچه مروی، یکی از معروف ترین کوچه های تهران هست که به فلافلیش معروفه و دبیرستان مروی. این کوچه خیلی قدیمیه و یکی از قدیمی ترین کوچه های تهرانه که جلوتر فلافل فروشی معروف این کوچه رو هم بهتون نشون میدم. این هم فلافل فروشی معروف مروی که براش صف بسته بودن و تعداد زیادی آدم منتظر بودن غذاشون آماده بشه و یه دم اینجا کنار این کفترچاهی ها منتظر غذاشون بودن یا داشتن غذاشون رو میخوردن و برن. یه نکته که وجود داره، اینجا قبلا یه دستگاهی وجود داشت که ظروف پلاستیکی دورریزتون رو داخلش میذاشتید و بعد بهتون دونه میداد که به این کفترها میدادید که متاسفانه این دستگاه الان جمع شده و مردم خودشون نون و چیزهای دیگه برای کفترها میریزن. همونجوری که میبینید انواع ظرفای دارو و اسپری و مواد بهداشتی رو میتونید از اینجا تهیه کنید. جلوتر یه کوچه خیلی باریک هست که به یکی از ارزون ترین پاساژ های اینجا راه پیدا میکنه که اون رو هم بهتون نشون میدم. اینجا هم یه مغازه هست که میبینید فقط از این خوشبو کننده های داخل ماشین و از این عودهای معروف داره و تمام محصولش همون بود. این همون کوچه‌ای که میگفتم، یه کوچه بسیار تنگ و کوچیک که کسی فکر نمی‌کنه انتهاش 2-3 تا پاساژ بزرگ باشه که از قضا جزء پاساژهای ارزون تو
زمینه ظروف بهداشتی و داروییه. اینجا هم من خریدم و انجام دادم. از اینجا 100 تا ظرف اسپری میخواستم که از این مغازه خریدم. محصولاتش هم دارید میبینید، چیزای متنوع داشت، حتی ظرف پروتئین هم داشت، از اینایی که دوستان بدنساز استفاده میکنن. یه نما دیگه از این پاساژه که میبینید زیاد رفت آمد داخلش نیست، فقط کسایی که میشناسن میان. اینم از یه نمای دیگهش، طبقه پایینش رفتم و منتظر بودم تا جنسا رو از انبار بیارن. بعد هم جنسا رو گرفتم و برگشتم به سمت بیرون از این کوچه. همونجوری که میبینید انواع مایعات بهداشتی و شوینده رو به صورت گالونی اینجا میفروشن. اینجا هم دیگه کم کم دارم ناصر خسرو رو به سمت 15 خرداد برمیگردم که اینجا با این دوست ورزشکارمون روبرو شدم که داره روپایی و حرکات نمایشی با توپ رو انجام میده که خیلی حرفه‌ای انجام میده. آدرس اینستاشمون پایین گذاشته، لطفاً فالو کنید و ازش حمایت کنید. این تبلیغ نیست، این صرفاً یه کار دلیه که دارم برای ایشون انجام میده و وظیفه خودم میدونم. دستتون درد نکنه. تو مسیر برگشت پرچم فروشی ها هم بهتون نشون میدم. الان اینجا راسته پرچم فروشی ها سیگه تولیدی دارن و اینجا پرچم های مربوط به مراسم های مختلف رو اینجا میفروشن که اکثر مردم از اینجا تهیه میکنن. جلوتری عطر فروشی هست که همیشه براش صف بسته شده، نمیدونم چرا. فکر میکنم جزو عطر فروشی های خوبه. من خودم تا حالا خرید نداشتم ازش، از این زاویه فیلم گرفتم که صف رو ببینید. اینجا دیگه دارم به سمت مترو برمیگردم و سر راه با چند تا دست فروش صحبت میکنم و قیمت میگیرم و که ببینم قیمت ها چجوریه. از یه دست فروشم یه شلوار خریدم که متاسفانه خوب نبود. چنده داداش؟ چنده؟ چنده؟ اینجا هم حجم جمعیتی که تو بازار بود امروز رو میتونید ببینید. حدود 2 ماه مونده به عید و انقدر بازار شلوغه و یه به قدر شلوغ بود که به سختی من میتونستم راه برم و مسیر خودم رو باز کنم. این هودی هم قیمت گرفتم، تو ویدیو هم هست صدام، 250,000 تومان بود ولی مشخص بود که اصلا خوب نیست، تمام الیاف بود به نظر من. دیگه دارم کم کم به مترو میرسم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد کانال من رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید و به دوستانتون بفرستید و اگر دوست دارید با جاهای مختلف تهران آشنا بشید که چه محصولی رو از کجا بگیرید و تهران چه جای دیدنی داره، لطفاً کانال من رو سابسکرایب کنید و به دوستانتون معرفی کنید.
خب من مترو رسیدم و این ویدیو تموم شد. لطفاً حمایت یادتون نره و خدا نگهدار.